نایلونای روی ماشین نوشو نمیکنه که فردا اونو 4 قرون گرونتر بفروشه، ولی اونی که ازش خریده همون روز اول نایلونا رو در میاره و از رانندگی کردن با ماشین لذت میبره. یا داره از تشنگی هلاک میشه یا معدنی نمیخره، میگه دارم صرفه جویی میکنم. کفشش داغون شده، داره عذاب میکشه، 20 بار تعمیرش کرده، یه کفش نو نمیخره، میگه دارم صرفه جویی میکنم. ببین دوست من، گداگونه زندگی کردن اسمش صرفه جویی نیست. عذاب دادن به خودت اسمش صرفه جویی نیست. 2 تا نکته هست که باید بهش توجه بکنیم. صرفه جویی اگه از حدش بگذره زندگی رو واسه جهنم میکنه. و نکته دوم که خیلی مهمه اینه که کی با صرفه جویی کردن پولدار شده. امکان داره که پس انداز کنه ولی هیچ لذتی از زندگیش نمیبره. تو باید یاد بگیری که پول بیشتری در بیاری به جای اینکه بخوای از نیازهات بزنی. آخه مگه قراره چند بار دیگه زندگی کنی؟